سلام. بعد مدت‌ها. این بار می‌خوایم راجع به موضوعی صحبت کنیم که قبلا هم راجع بهش یه چیزایی گفتیم. ولی فکر کنم تو این شرایط و بعد از این مدتی که گذشته یه مقدار راجع بهش بیشتر صحبت کردن حتما به نفعمون میشه. چیزی که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم اسمش هست بوی سیاه. که حتما وقتی که اینو میشنویم اولین چیزی که به نظرمون میرسه اینه که مگه خون سفید نیست. ولی دقیقا بحث ما همینه. درسته، متداول ترین چیزی که ما توی دوران زندگیمون میبینیم یه سری چیزها هستن، ولی همیشه یه سری چیزایی هم به وجود میان که خارج از تصورات ما هستن و غیر قابل پیش بینیه. شاید اولین باری که دقیقا یه نفر قوی سیاه دیده باشه خیلی تعجب کرده که خب چطور، مگه همه قوها نباید سفید بودن؟ این الان از کجا در اومد؟ و حقیقتش رو بخوای زندگی هم همینطوریه. ما همیشه یه روال و یه روتینی داریم و اونو میبریم جلو، ولی همیشه میبینیم که همه چی هم طبق برنامه‌ریزی جلو نمیره. یه وقتی ما داریم زندگیمون رو میکنیم ولی دقیقا یه کسی خارج از خونه ما، خارج از برنامه روتین ما میاد اون زندگی رو به هم میزنه. این میتونه حالا توی اون زندگی ما توی خونه خودمون باشه، توی جامعهمون باشه، توی برنامه‌هایی که برای آینده داریم باشه. و فکر کنم الان همه ما یه سری مثال‌هایی تو ذهنمون هست، مخصوصا تو این چند ماه گذشته، که چقدر ما داشتیم یه سری کارامون رو روتین انجام میدادیم ولی یهویی همه چی تغییر کرد. یهویی ما ندونستیم فردا چی میشه، هفته بعد چی میشه، ماه بعد چی میشه. و حقیقتش رو بخواید وقتی این اتفاقا میفته همه ما اولین چیزی که به نظرمون میرسه اینه که وای من چقدر بدشانسم و چی شد که این اتفاق برای من افتاد. ولی ما باید اینو قبول بکنیم که این اتفاق فقط برای من و ما و حالا دوست ما نمیفته. این اتفاق در تمام طول ادوار تاریخ برای افراد مختلف میفته و ما هر وقتی که بخوایم راجع به یه بدشانسی و یه اتفاق ناگوار فکر بکنیم مطمئن باشی شرایط خیلی بدتر از اون هم به ذهن ما میتونه برسه. و همچنین هم برعکسش، وقتی ما با یه چیزی خیلی خوشحالیم حتما یه چیز خیلی بهتر از اونم وجود داره که یکی دیگه دارتش و ما هنوز بهش نرسیدیم. و اینو قبول کردن به نظرم یکی از اساسی‌ترین چیزهاییه که ما وقتی برنامه‌ریزی برای آینده داریم بهش فکر بکنیم. نه از این نظر که خب بگیم خب قراره هر چی بادا باده و من چرا برنامه بریزم. همه بحث اینه که همه تخم مرغا رو نباید توی سبد گذاشت، چون همیشه یه اتفاق خارج از اون قراره بیفته. و ما اگه همه برنامه‌ریزی، همه سرمایه‌گذاریمون فقط روی یه چیز باشه، خب ممکنه اون موقع فکر کنیم همه انرژیمون هدر رفته و یه جوری به بنبست رسیدیم. ولی وقتی که داریم یه کاری انجام میدیم، یه برنامه‌ریزی جلو میبریم، همیشه پس از ذهنمون این باشه که ما علاوه بر این کار الانمون یه پلن بی هم لازم داریم. اون موقع یه مقدار آرامش بیشتری داریم که هر چه اتفاقی هم بیفته ما بالاخره میتونیم از زیرش در بیاریم و بالاخره میتونیم کارمون رو هر جور که شده جلو ببریم. یه سری مثال که بزنم، مخصوصا توی دوران حال حاضر خیلیاتون خب در حال اقدام برای آمریکا بودید و خب از چندین ماه گذشته اتفاقی که افتاد این بود که خب ویزا برای ایرانی‌ها صادر نشد. علاوه بر این کسانی که توی آمریکا بودن هم همینطور دچار مشکلی شدن بابت گرین کارت و گرین کارت اصطلاحاً هم پاز شدن و فعلا صادر نمیشن. و همینجوری اگه بخوام صحبت بکنم اینا اتفاقاتی هستن که الان افتادن. از قبل بخوام صحبت کنم، یه مدتی بچه‌ها میتونستن طرح و وثیقه بذارن، یه موقعی میشد تعهد خرید، یه موقعی میشد از همون اول دوره پزشکی یه سری بچه‌ها سربازیشون رو بگذرونن. همینطوری بریم عقب‌تر. یه سری شرایط بهتری بوده که الان دیگه وجود نداره. و همه اینها خب به معنی این نیستش که ما دیگه به بنبست رسیدیم و نمیتونیم بریم جلو. شرایط درست سخت‌تر میشن، ولی همه اینها اینه که خب باشه، من میخواستم مهاجرت بکنم، مقصد اولم آمریکا بوده و اون مهارتایی که خواستم برای این مقصد بذارم حتما جای دیگه هم به درد میخوره. مثالی که بزنم، خیلی از دوستان خب تو این شرایط آمریکا و ویزایی که پیش اومده برای کشورهای دیگه اقدام کردن و یکی از راحت‌ترین معمولا اقدام‌های تحصیلی اقدام برای PhD، اقدام برای تحصیله. یه جوری متفاوت از اون اقدام برای پست داک، برای ریسرچ پوزیشنی که ما انجام میدیم و لازمش چیه؟ همون ریسرچه. یعنی شما وقتی که یه مهارتی از اول کاری روش دارید سرمایه‌گذاری می‌کنید و اصل فکرتون اون مهارت هست، نه لزوما اون مقصده که خب من فقط برای آمریکا باید برنامه‌ریزی بکنم. اون موقع می‌بینید که حتی اگه اتفاق مثل الانم بیفته، بالاخره اون مهارتی که کسب کردید و یه جای دیگه میتونید ازش استفاده بکنید و بالاخره یه ترایالی به وجود میادش که شما به خاطرش یه ترایی انجام دادید و نتیجهش رو می‌بینید.
این اتفاق خیلی بیشتر وقتی پیش میاد که خیلی از دوستان مثلا ممکنه بهتون گفته باشد، مخصوصا اگه همتون دنبال رفتن باشید، خیلی دلشون میخواد که حالا مدتی مثلا 2 تا 3 سال رو تو ایران بمونن، امتحان‌ها رو بدن و حالا کسب تجربه بیشتری بکنن و بعداً برای مهاجرت برنامه‌ریزی بکنن. اینجور کارها، یعنی برنامه‌ریزی برای 3 سال آینده و پایدار در نظر گرفتن شرایطی که معمولا ما رو دچار مشکل میکنه. چرا؟ چون حتی این اتفاق قبلا هم ممکن بود بیفته. یه وقتی بچه برای ویزا اقدام میکنن، ولی خب ممکنه اون ویزا به هر دلیلی صادر نشه. خیلی وقتا واقعا یه دلیل رندومی وجود داره که کسی هم متوجهش نمیشه. ولی اگه شما تمام سرمایه گذاریتون از جمله اون هزینه‌ای که برای امتحان گذاشتید، برای زمانی که برای صرف کردید و گذاشته باشید برای امتحان‌های پزشکی آمریکا قبل از ورود به آمریکا، خب طبیعتا اون یه جوری هدر میره و اون سرخوردگیش قطعا خیلی با ما میمونه، چون بالاخره یه زمان و هزینه‌ای برای صرف شده و حالا دیگه اقدام کردن برای جای دیگه، حتی فکر کردن بهش ممکنه خیلی برامون سخت به نظر برسه. ولی متاسفانه گفتیم ما باید قبول بکنیم این اتفاقات تو زندگی میافتن. یه چیزی مثل بیمه است دیگه. شما وقتی که میخواید یه بیمه ای رو بخرید، هیچ وقت مطمئن نیستید واقعا قرار بهش نیاز پیدا بکنید، ولی همیشه ما میدونیم بالاخره اون بیمه جزء واجباته، چون به هر دلیلی شما دچار مشکلی توی سلامتیتون یا توی هر اتفاقی که توی زندگی و حالا خونه و ماشین و اینها میفته، قطعا هزینه هنگفتی خواهد داشت و حالا اون بیمه یه جوری صرفا یه اطمینان خاطریه که در هر صورت یه پشتوانه‌ای هم براش وجود داشته باشه. ما هیچی رو نباید به عنوان مثال بگم take it for granted در نظر بگیریم. حالا اصطلاح انگلیسیه که فارسیشو نمیتونم دقیقا پیدا بکنم چی میشه، ولی هر چیزی رو در نظر بگیریم که همونطوری که ما میخوایم بشه دچار اون سرخوردگیه میشیم و این چیزیه که ما دلمون نمیخواد. مثال دیگه که بخوام از دوستان بزنم، خیلی از بچه‌ها دوباره به همون اقدام مهاجرت وقتی فکر میکنن به نظرشون میرسه خب مثلا اون بحث وثیقه، خب آره هزینه مالی زیادی داره و ترجیح میدم به جای اون هزینه مالی زیاد خب اون زمان رو سپری بکنن و خب بعد از اون برای مهاجرت اقدام بکنن. ولی باز ببینید ما یه چیزی رو میندازیم برای 2 سال بعد، میگیم 2 سال بعد وقتی طرحم تمام بشه اون کارو میکنم. ولی متاسفانه دنیا الان یه ذره خیلی هم با سرعت بیشتری داره جوری میچرخه که غیر قابل پیش بینی تره. یعنی چه ایران چه آمریکا چه هر جای دیگه از دنیا رو ما بخوایم در نظر بگیریم، قوانین و سیاست‌ها تغییر میکنن و حقیقتش رو بخواید توی همچین شرایطی ما باید توی هر کاری که هستیم یه مقدار بیشتر دست به جنبونیم. نباید خیلی بگم با آرامش خیال همه چی رو ببریم جلو. منظورم بحث شتاب زدگی نیست به هیچ عنوان، یعنی صرفا همون take it for granted در نظر نگیریم. نگیم حالا این کار رو میکنم 2 سال بعد مثلا برای مهاجرت این قدم رو برمیدارم. در هر صورت برنامه‌ریزی طولانی مدت سر جاش هست، ولی اگر که میتونیم یه کاری الان انجام بدیم که مدت زمانی کوتاهی ببریمش جلو، حتما الان انجامش بدیم. بحث گرین کارت های آمریکا هم همینطوریه. شما وقتی وارد آمریکا میشید تا هر وقتی دلتون بخواد میتونید اون ویزا باشید و بعداً براش اقدام بکنید. کاری که خیلی از بچه‌ها همینجوری انجام میدن، هیچ عجله‌ای براش وجود نداره در روی کاغذ. ولی اتفاقی که افتاد این بود که قوانین که تغییر میکرد، کسایی که مثلا تو ماه اول ورود به آمریکاشون چند ماه اول سریعتر اقدام کردن، سریعتر گرین کارت ها رو گرفتن، ولی بقیه بچه‌ای که یه مقداری تو این قضیه درنگ کردن خب هنوز نگرفتن. و خب دلیلی که وقتی ازشون میپرسید چرا، دلیلی وجود نداره. مشکل اصلی همینه. ما وقتی میخوایم یه کاری عقب بندازیم حداقلش باید یه دلیل خوبی پشتش باشه، یه چیزی باشه که انجام دادنش در حال حاضر به ضرر و زیان ما باشه. اگه اینطوری نیست و ما صرفا عقب میندازیم به خاطر اینکه خب اطمینان داریم اون اتفاق بالاخره میفته، اونجاست که ما رو بالاخره گیر میندازه. اونجاست که یه چیزیه که دیگه ما نمیتونیم شاید بعداً براش کاری انجام بدیم. و میتونم بگم یه تفکری وجود داره به عنوان اکستریمیستیان، یعنی همه چی یه ذره خیلی اکستریم و میتونم بگم بد دیدن هم لزوما بدبینی و چیز حالا بدی نیست. مثلا یکی از دوستای ما تو بعد به ورود به آمریکا دنبال ویزای توریستی کانادا بود. چرا؟ چون نگران بود یه وقت برای ویزاش اگه مشکلی به وجود بیاد بالاخره یه راه در روی داشته باشه که کانادا نزدیک‌تره به ایران به آمریکا و خب بالاخره بره اونجا و حالا تا مدتی اونجا مشغول باشه و کاراش انجام بده، در حالی که هیچ مشکلی نداشت توی پروسش. یعنی خیلی راحت ویزاشو گرفته بود، آمریکا بود و همه کارا داشت طبق برنامه میرفت جلو، ولی بالاخره اون پلن بی، اون راه فراره توی ذهنش بود و همین دوستمون میتونم خیلی زودتر از بقیه برای همون
گرین کارتش اقدام کرد و در نهایت هم خیلی سریع دستش بود. یعنی یه نوع تفکره که اتفاقات ناگوار خواهند افتاد، ولی من از قبل بهش فکر میکنم. همیشه هم واقعا ولی جواب نمیده. مثلا پاندمی کووید رو فکر نمیکنم کسی بهش فکر کرده باشه، ولی خب اتفاق افتاد. و دقیقا هم وقتی ما میگم الان یه ذره شرایط ناگوارتر از قبل برای ما، قبلتر فکر کنیم ناگوارترش هم بوده، خیلی قبلتر فکر کنیم از اون بدترش هم بوده. و همیشه یه چیزی هستش که بالاخره اونجور که باید اتفاقات رو به وفق مورد ما پیش نمیبره و ما چاره‌ای به جز قبول این واقعیت نداریم. و وقتی که اینو قبول بکنیم دیگه به عنوان اینکه من بدشانسم، این اتفاق فقط برای من افتاده، نبینیمش. اینجوری اون تفکرمون یه ذره حداقل دچار آرامشی میشه که مطمئن باشین اتفاق برای همه است، برای یک جامعه، برای یک گروه همیشه افتاده. و حالا صرفا از اون به عنوان یه راهی پیدا بکنیم برای در رفتن، ببینیم چه راه فراری الان وجود داره، این مشکل چطوری میتونیم حل بکنیم و به عنوان اون قوی سیاه و به عنوان یکی از واقعیت‌های موجود قبول بکنیم که یه سری اتفاقات اوتلایرن و میافتن و همه بالاخره دیدنشون. و ما یه ذره اون دیدگاه تغییرش بدیم، از قبل پیش بینیش کردیم، همه تا قماقامون هم توی سبد نیست و گزینه‌های زیادتری هم جلو چشمون داریم. حالا این صحبت من خیلی کلی بود، ولی به هر حال خودتون میدونین دارم راجع به چی صحبت میکنم. راه‌ها خیلی زیاده، گزینه‌ها خیلی زیاده. شما تنها چیزی که نیاز دارید اینه که اون احساس سرخوردگی رو تا حدی بتونید کنترلش بکنید با قبول کردن این موضوع و خارج از اون چارچوب همیشگی. وقتی که بهش فکر بکنید تازه یه سری دیدگاه‌هایی تو ذهنتون باز میشه، تازه یه سری چیزا رو اونجور که قبلا می‌دیدید دیگه نمی‌بینید و می‌بینید که اونقدر هم بد نیست. حالا من از این فرصت میتونم استفاده بکنم و یه در تازه‌ای باز کنم، مثل کشور دیگه، انتخاب‌های دیگه و کلی کار دیگه که شاید الان هم اصلا بهش فکر نکردید. و یه سیاحتون رو قبول بکنید. میبینمتون.